عزیز دلم خوش اومدی. مرسی. امشب مراسم کیه؟ خودم. خودت؟ عروسی؟ میگه من چمه؟ عزیزم آخه استایلت کلا خیلی متفاوته با بقیه عروسا. من میخوام یه عروس باشم با استایل خودم. خب عزیزم الان یعنی من باید دقیقاً چیکار کنم؟ یه میکاپ همین استایل با یه روژ سیاه، ابروام هم نمیخوام کنم. اینم استایل دوماده. امشب قراره همین استایل رو بزنه. خودم هم میخوام که روژ مشکی، سایه مشکی، یه ذره گیریمم بیشتر بشه. عزیزم درسته که امشب عروسیته، همه چی باید باب میلت باشه، ولی به نظر من اینجوری نمیشه. بسپار دست من یه استایل خیلی شیک و جذاب برات میزنم. اگر خوشم نیاد چی؟ پاکش میکنم، باید همین استایل رو برام میزنم. باشه عزیزم، مطمئن باش که عاشق خودت میشی. آماده خودتو ببینی؟ یه تغییر 360 درجه کردی. خودتو نگاه کن. چطور شدی؟ این منم؟ دقیقا خودتی. حالا این استایلتو دوست داری یا قبلیه؟ اینو ساناز جون ابروامو چجوری کشیدی؟ من اصلا ابرو نداشتم. وقتی بهت صبح گفتم کار رو بسپار به من، مطمئن خوشت میاد، به خاطر همین بود. اصلا باورم نمیشه، همین که سایه صورتی اصلا فکر نمی‌کردم انقدر بهم بیاد. عزیز دلم خیلی ناز و ملوس شدی. فقط ساناز جون یه خواهش دیگه، که میشه پیرسینگ لبمو بدید دوباره بذارم؟ نمیتونم حرف بزنم، تمرکز ندارم. خب باشه اون اشکال نداره، بچه‌ها پیرسینگشو بدید به لبش بزنه. لیلی دوست دارم خیلی. لیلی